وقتی یه تیمی میخواد خوشحالی بکنه، ما خوشحالی آنچنانی نداریم که بازیکن حریف بره مقابل تماشاگران تیم مقابل بیسته، لباسش رو پایین بیاره، عضوی از بدنش رو نشونه تماشاگرای ما. بعد اومدش اونجا تو محله موتورش رو ول کرد اونجا، یه گفت آقای چمران زدم فلانشون فلان کردم، یه گفت پسر جان مکتبی صحبت کن ببینم چی میگی. گفت آقای چمران مکتبی زدم. خالی جاذبه هوا. ماشاءالله سپیده محمدی، باری کلا، آفرین سپیده. از اون روز که چشمام در برنامه تو رو دیده. ایرانیایی که ارمنی هستن بعد موبایل کیه؟ ببینم کیه. من یه فوش یه چیزی بهش بگم. خیلی آدم نامردیه. الان دیده شما رو تو تلویزیون. ببخشید خاموش کردین؟ خب دستتون. حالا کی بود؟ دخترم بود. نه ببخشید.